آدم حدشو با عکس خب تو معلومه کلاهبرداری دزدی دیگه. کسکش دلغک کثیف. سلام. درود 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 درود. چطوری؟ سلام. امروز چه پیرن قشنگی. قربونت قربونت. چه پیرن زیبایی. قربونت. چه پیرن زدم طلایی. حال و هوا بریم استوا. آره کف استوای قشنگ. کف آره گفتم استوای. ببرم این ویدیو هوا رو ببرم یه جا دیگه. به 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 به. قشنگ شده ولی قشنگ شده. حالا یه سورپرایز هم برات در ادامه ویدیو دارم. زنده باد زنده باد. به آره. بعد این مدل انگاری پیرنا رو دیدی چیز پولدارا معمولا میپوشن خیلی. بله بله میپوشن اینجوری میرن با شربالک وای میستن جلوی چیز. بذار ببینم میتونم وایسم. نه کاد میرم بیرون ولش کن. اینجوری وای میسته یارو یا اینا کام میزنه بعد گوشیشم همه‌شون گوشیشونو اینجوری میگیرن دستشون بعد اینجوری پشت اینجوری پشت کمرشون نگه میدارن. یه سیگار هم میکشه این ور اون ور نگاه میکنه و بعد تصمیم میگیره که شاخ باشه. شاخ باشه. بعد مثلا میدونی اونی که این کارو میکنه بعد یه دیدی مثلا یه تیپ استایلش که خفنه یه چهره خفنی هم داره مثلا ولی تو این کارو بکنی بغل پرچ هم وایسی فکر میکنه از این هوملسایی معتادای مثلا خلازیری زیر پلخابی چیزی هستی. ممکنه همچین چیزی بکنن و فکر کنن دزدیه مثلا. آره قطعا فکر نمیکنن مطمئنن زنگ میزنن مامور یکی اینجا پرش دزدیده با لباسای یارو داره پوز میده بیاین بگیرین نگاه خارکوس سامان خودمه یارو. یعنی فقط چیزا رو هم ندزدیده. آره لباساش با لباساش هم دزدیده. لباساش اون تو ماشین بوده گفته اینا چه خوبه ترم. آره با وضعیت مالی خب خرابه دیگه. اصلا منم باشم همین میدونی که خودت بابا این وضعیت اصلا من الان اینجوری ام باز حداقل خرج اضافی مثل دانشگاه شهریه دانشگاهی پول کلاسی جای اینا رو ندارم. اون موقع که شهریه دانشگاه میدادم که ببین کونم پاره بود. ببین هر ترم خب تقریبا 4 ماه و نیمه من 6 ماه و نیم کار میکردم که بدونم هزینه هامو بدم. ماشاءالله نمیشد در نمیومد. ماشاءالله. بعد اصلا الان باز بهتره. اصلا ببین اینجوری بود که گشنت بود. اصلا نه فقط من که بگم گشنم بود ها همه همینن. 90% همینن. گشنشون میشه دانشجوهایی که حالا خودشونن و خودشون واقعا خیلی وقتا یارو یه دونه کیک میگیره نهار کیک میخوره. آره واقعا زندگی سختیه. نه دانشجویی واقعا زندگی سخت و تخماتیکیه. آره مثلا دانشگاه که چرخید تو غذاشون مارمولک و سوسک و نمیدونم هزار پا و تیل و یارو مثلا من اون دورون که رفتم دانشگاه نداشتن از اینا برای من پیش نیومد. هرچند که خیلی پول نداشتم بگیرم ولی همون چند باری که گرفتم و خیلی اتفاق نیفتاد. خیلی عالیه. و یکی از دوستان فکر کنم دانشجو باشن ایشون هم حالا یا نمیدونم صرفا این کلیپو از یادگار اون دوران ساختن برای ما درست کردن داخل اینستاگرام. علی فرهوندی آقای علی فرهوندی آیدیش هم خیلی بزرگه حتی منم میتونم اینجا بخونم. آره نه من صفحه‌شو کوچیک کرده بودم مجبور شدم که بله بریم کلیپشون رو ببینیم. یک دانشجوی مستقل در حال پر کردن یخچال خود. ای والله. فقط یخچالش دقت کردی چیز بود از این سایدا بود. ببین اصل ماجرا درسته. یعنی تو همینجوری پر میکنی وقتی یه دانشجویی و مستقلم هستی و اون دوران ولی
نه یخچال سایدا نمیتونی پر کنی، یعنی اصلا نمیتونی بهش برسی که بخوای پرش کنی. فینگیلی کوچولوهای مکعبی. آره یه یخچال ریگویی یه جایی بذاری اینجوری درشو وا کنی و یه 4 تا چیز بذاری. من تجسمی از دانشگاه اصلا ندارم، اصلا فقط میدونم بدبختن، هر کی بوده میگفته ما خیلی بدبختیم، یعنی من فقط بدبختی شنیدم. کسایی که رفتن دانشگاه و رفتن و حالا با تو چرخیدن معمولا کسایی بوده، کلا تو با آدمایی میچرخی که روپا خودشونن معمولا. آره. و اینکه دنبال یه کسی نیستی که دستش به دهنش نرسه و دنبال یکی دیگه باشه. در نتیجه اونا هم تو همون دوران تحصیل دانشگاهشون خیلی سخت بوده براشون. آره. ولی خب نه هستن، خیلی هم هستن که قربون ددی میرن و منم قربون ددیشون میرم. و ددی اگه از این ددی‌ها یکی سراغ داره به من معرفی کنه، یتیمم هستم در میارن، میاد عشق میکنه تو دانشگاه. اصلا داخل ایکسمون که راه انداختیم دقت کردی به اون پستی که گذاشتی و کامنتی که زیرش دریافت کرده بودی به آخرین مطلبی که گذاشتی؟ ندیدم نکردی؟ ندیدم. نه. یه خیلی ممنون که داخل ایکس داری فعالیت میکنی و هیچ چیزی رو چک نمیکنی. نه آخه اونجا ببین اینجوریه که طبق یک برنامه باید پیش بریم دیگه، نمیرسم آخه هی بخوام چک کنم. آره. ولی من اصلا اونجا اینو میخواستم بگم، من اصلا اونجا هم با نام بی پدر اومدم که شاید فرجی بشه یه پدری برام پیدا بشه یکی ما رو گردن بگیره. من هنوزم دنبال بابای واقعیم هم، اگه میشه زودتر لطفا. وضعیتم خیلی خرابه، دارم به گاه میرم. حاضری چیکار کنی اگر حالا یه چون میدم؟ آره چون میدم نه آخه ببین دروغ که نداریم، نه دروغ که نداریم، ولی چیز دیگه ای ندارم. چیکار کنم؟ پسر مؤدب با انضباط، گل، آقا. یعنی نه تا حالا لب به سیگار زدم، نه قلیون، نه هیچ چیزی، حتی سیگار قلیون هم من مصرف نکردم، چه برسه چیزهای دیگه. و من خیلی پسر خوبیم. فقط ببین حالا ددی هم سیگار میکشه، نه قلیون میکشه، نه عرق میزنه، نه فراتر از عرق مینوشه، نه موادهای فراتر از اونا رو میزنه، نه خرابی میکنه، نه بیابرویی میکنه. واقعا آقاست، یعنی از هر نظر که بگی دسته گل. اگر یه ددی چیزی هست یا مامی خیلی بیشتر. من مادر دارم، مادر خودم هم خیلی دوست دارم، ولی واقعا اینکه یه مادر دومی هم داشته باشم، مهر و محبت زیادی دریافت بکنم، واقعا نیاز دارم. ترجیحاً مهر و محبت زیادی دریافت بکنی یا مهر و محبت؟ مهر و محبت. مهر و محبت زیادتر دریافت بکنم، ترجیحاً سراتو، کف سراتو. یعنی کمتر از سراتو دیگه ناموسن نه. خواهش میکنم دیگه، مزاتیری، سراتویی، بالاخره تویوتایی، یه بالاخره ویدیو کنترل که نمیندازه، تبلیغ تو هم باید بکنیم. آره دیگه. ببین من دست همه رو میگیرم اگه همچین کیسی به من معرفی بشه، یا دست همه رو میگیرم با دوستای طرف آشنا میکنم، یا با همه کات فوره، هیچکی دیگه منو نمیبینه. میرم صورتم هم میکوبم، با اینکه این همه زیبا هم، ولی میکوبم انو میسازم فکر نکنم. و اینکه آره دیگه، خلاصش اینه که من گلم، من کارم درسته، دسته گل آقاست. آره. حالا این یتیم هم اگه یتیم نیستش، ولی فرقی با یتیم و بی خانواده نداره. این هم اگه کسی گردن بگیره ما خوشحال میشیم. گردن بگیرید، منم گردن بگیرید. من احساس می‌کنم ما انقدر که برنامه‌های اول، حتی اونایی که آپلود نکردیم، انقدر تبلیغ کردیم یا ددی یا مامی یکی بیاد گردن بگیره، هر کی ندونه فکر می‌کنه مثلا اومدیم یوتیوب و اینستا رو راه انداختیم یه کسکش پیدا شه بیاد گردنمون بگیره تموم شه بره. کارشو گاهیدم. نه ما اصلا ما هدفمون اینه که شادی بیاریم به خونه هاتون و مامی پیدا کنیم. ببین من یه چیزی رو فکر میکردم، اون که 100%، ولی من به یه چیزی فکر میکردم. ما حتی مثلا اگه باعث بشیم کسی نخنده، باعث میشیم یکی از این فوش دادن خالی بشه. شاید یکی یه روز خیلی بدی رو داشته، بعد بذار به توضیح میدم که بفهمی.
شاید یه روزی یه کسی یه روزی حال خوبی رو نداشته، امروز یارو حالش خوب نبوده، داره میگرده تو یوتیوب و اینا، میاد مثلا یوتیوب ما رو میبینه، یه خورده نگاه میکنه، بعد میگه کیرم دهنتون. یه خورده دیگه نگاه میکنه، مثلا 10 دقیقه دیگه شروع میکنه فوش خار و مادر دادن، یه خورده دیگه تا تا شروع میکنه فوش دادن و ما کمک داریم میکنیم که اون طرف خالی جامعه رو شه. به مکانی امن‌تر داریم تبدیل میکنیم. آفرین باعث میشیم که طرف نخواد بره بیرون دعوا بکنه، بیاد فوشاشو به ما بده، فدای صد نوش جونه، فوش که کنتور نمیندازه. بابا چرا نوش اصلا بیاد به ما جونه. فوش بده؟ ما چرا خیلی باید دوست فوش داشتنیم، بخوریم؟ آخه من میدونم هیچ کس این کارو نمیکنه از بس دوست داشتنی و مهربون و تو اصلا تو دلبرو. قیافه منو ببین، الان ببین من قیافه تو منو دوربین ببین. نگاه میکنم، اصلا یک چیز نفرت انگیز بسته داری دیگه، در مورد این بسته نگاه نکن کیرم تو دهنت، نگاه نکن حالم به هم خورد. بسته دیگه، خیلی نگاه کردی. آره و زیاد نگاه کردم، به نظر اصلا من مدوسا بود سنگ میشیدم. و این که ببین، ما سر سفره حلال بزرگ شدیم، خیلی حلال، از شیر مادرمون خوردیم که حلال ترین شیره برای یک فرد. و یک سریا خب میان تو شیر مادرتو نخوردی؟ چرا؟ من خیلی هم خوردم. دهنو ببین، کسیه شبیه کس فیلم ها میشه. و یک سریا دیگه انقدر به این شیر مادرشون پایبندن، خب انقدر حلالیت شیر مادرشون رو قبول دارن، یارو با 30 و خورده ای سال 40 سال اومده داره قسم میخوره یه دونه بطری خارکسته گرفته دستش، قسم به این شیر ننم. بذار کلیپشو برات بطری بذارم. گرفته دستش؟ ها؟ یا گذاشتم ببین. کو وایسا کارکاسته کار نمیکنه. داره کار میکنه، برو. به همین شیر پاک گرفته مادرم دستش. قسم میخورم که ما نه کلاهبرداریم و نه اینجور پولا خوردم میشه. یه لحظه تو اینجا رو نگاه کن، ببین اینجاش که داره میگه به شیر مادرم آجی چشای ننه رو ببین، یه اینجوری داره نگاه میکنه، خارکسته چی داری میگی بابا، کسخال آروم باش، برنامه این نبود، کسی به من نگفته بود برنامه اینه، کسی با من زنه اینجوریه ببین. چه گوهی داری میخوری کسخال. ببین اینجوریه که برداشت من باز ما یه ذره متفاوت‌تره، اینجوریه که من تو عمرم تا حالا انقدر ازم شیر در نیومده. آره این شیر مادر تو، خالت و عمت و جمع محل میکنن، محل نظری میدن بابا، سخت در میاد. محرم ها همینقدر برمیدارن نظری میدن، تازه اضافه هم میاد نصفش هم میریزن دور. این چه گوهی بود این خورد؟ این چی بود؟ شیر مادرم؟ خب تو معلومه کلاهبرداری دزدی. از همین قسمی که خوردی معلومه دوزی. ببین فقط من عاشق قیافه ننه هم. اونجاش که داره نگاه میکنه، برنامه کسی به من نگفته بود آقا سناریو اینه قراره در مورد شیر من حرف بزنه، کاسته یک کجا بردی این آبرومونو بردی. خیلی باحال بود قیافه ننه وحشتناکه، بعد نگاه میکنه میگه کاسته کارش دیگه داره میگه. چشماشو ببین، خیلی یارو میگه من همچین کاری کردم، این شیر منه. آجی اگه این یارو هوملندر بفهمه این همچین تبلیغی تو ایران شده، حالا هوملندر رو نمیشناسی تو، ولی اگه بفهمه با کله میاد اینجا. دوستانی که سریال بازم میفهمن حرف من، هوملندر کیه. یارو دیوانه شیره، شیر طبیعی ها، اپستان بیاد، یعنی اپستان یارو میدوشه همونجا میخوره، بعد میشه لذت هم میبره، کاراش میشه. آره. و در کل هر جایی به شیر مادرتون قسم نخورین. پس با این حالت اون اگه این مادر اینو پیدا کنه که مادرش، آره ببین هیچ کلمه دیگه ای تو یه سری، ببین یه سری جاها خب تو میخوای یه حرفی رو بزنی و هیچ کلمه ای واسه این که اون حرفتو بیان کنی هیچ وقت پیدا نمی کنی. واقعا نمیشه یه سری جاها بگی آقا مثلا من این حرف بدو نمیزنم. آبا این کسکه چرا کار نمیکنه؟ یه وایسا حالا دیگه کیری رفت درست شد. در خدمت هست. خدمت از مصاحبه میکنم
خواهش شکر میکنم. میان کلامت ریدی وسط کلاممون استاد. تر زدی همون گویی که داداش تو اون زمین فوتبال زدی وسط کلامم کسکش. نه من اصلا توان اون انا ندارم. اون بین المللی بود. اون اصلا کارو در آورد. و آره دیگه یه سری جاها واقعا نمیشه یه سری کلماتو پیدا کرد. و ببین ببین چی؟ حاجی چی رو ببینم؟ احساس میکنم یه لحظه خاموش شدم. احساس میکنی یه لحظه خاموش شدی؟ احساست بهت میگه. آره حس کردم یه حس شیشمی یه از صدای درونی اومد بهت گفت برسام خاموش شدی. نه ببین من ادا منو در نیار دقیقی کسی. مواد نزنید دوستان نکنید. خانمان سوزه و هر چیزی بنده اول از همه مغزو میزنه. دقیقا میدونید گربه ها خب زندگی های عجیب غریبی دارن. بعد تو یه جایی مثلا میای با یه گربه حرف میزنی بعد انگار حرف تو میفهمه ولی به تو آره نه اصلا انگاری گربه های آدمایی هن که چیزن گربه شده زندگی بعدیشون گربه است. نظریه خیلی محبوبیه بین تقریبا همه کشورها. یعنی تو هر کشوری بری یه عده‌ای هستن بر این معتقدن که گربه ها هم همان انسان هایی هن که در 4 دست و پا میرن و خیلی بکیرن لایفشون شده. آره ایوالا. نه واقعا همینه. مثلا مجید یه دوره میم مجید خیلی معروف شده بود. مجید گربه‌ای تو خیابون میدی من خودم داد سر مجید رفت. گفتم مجید تو برگشتی؟ نه گربه دیدیم. خب نه یه سری تنها بودم گربه دیدم. خب بعد یکی از فامیلامون اسمش مجید بود. بعد من یادم مجید یهو این یارو برگشت. بعد من داشتم گربه رو نگاه می‌کردم. گربه هم برگشت. بعد اون داشت من نگاه می‌کرد. اینم داشت من نگاه می‌کرد. من اینو نگاه یهو برگشتم نگاه می‌کردم مجیدم داره منو نگاه می‌کنه. خیلی اونجا بد شد. یه بار دیگه هم با داداشم بودیم. یه یارو راننده اسنپ بود. رفتیم تا یه جایی. بعد می‌خواستیم پول اینو حساب کنیم. بعد پولش رو که خواستیم حساب کنیم یهو یه گربه رد شد. من داد زدم مجید. بعد برنگشت. داداشم داد زد مجید. برگشت. بعد اومدیم یهو رسیدیم چشممون به یارو افتاد. داداشم این از گوشیشو نگاه کرد و اینجوری که عرفان اسم یارو مجید بود. ببین یارو تا قبلش خب داشت با همون میگفت میخندید درستان. آره بعد که این مجیده شد اینجوری شد. آره دیگه اینم تمامه. اینم بیا اینم حساب کن. آره نه درست آقا من برم دافت. اصلا یارو خورد تو پرش. آره خیلی ناراحت شد. مجیدی میگم گفتم یارو مثلا اینجوری بوده یا اینجوری شده. نه اینجوری نشد ولی اینجوری شد. خیلی دیگه دایورت شده بود. آره اگه اونجوری که تو در آوردی باشه خیلی تخمی شده. آره خیلی بد شد. تو میتونی تو ببین میدونی تو استعداد چیه به نظر من؟ چی؟ قشنگ میتونی چهره آدمای کیری و تخمی خوب دراری. هیچ کی مثل تو نمیتونه قیافه آدمای کیری و خوب دراره. یعنی مثلا تو بگی مثلا من میخوام بگم قیافه یارو یه جا کیری بود چقدر کیریه مثلا حدشو با عکس. آره تو آدم سمی هستی. تاکسیک. و یکی از دوستان همیشه در صحنه یه گربه‌ای رو دید که کلیپشو براتون میذارم. آقای رضایی چه برم میگرده. خیلی تمیز برمیگرده. یکی از بچه‌ها میره مرخصی فردا شب باید شیفت وایسید. الان تایم کاری تمومه. بفرم خسته نباشید.
بخت داره تو نگاهش. قشنگ فهمید چی گفت. قشنگ دیدی همونی که گفت یه لحظه یه گوشش اینجوری شد یه سکته ریز زدش یه خورده چش و چالش بسته شد قشنگ فهمید چی شد. گاییدم. آره اصلا اون بخت و بغضی که تو گلوش بود آره و تو نگاهش بود اصلا چشماش اینجوری بود. باید بیام یارو واقعا آخه میدونی اون گربه ملوسه. گفتم تو نقش آدمای کیری رو بازی کن خواهشم. کسکش دلغک کثیف احمق لاشگوش. و آره در کل گربه ها واقعا موجودات عجیب غریب و هم میاد. دوستان شیشه اگه میخوایم بدونی این شیشه چی کار میکنه همین کارو میکنه. اوکی بذار اینو بزنم تو دنده. اخبارشو گاییدم خلاص کرد. آره شیشه واقعا خانمانسوزه و آدم ها اصلا چی شد که تو خندیدی؟ چی؟ من داشتم خنده فیک تو رو مسخره میکردم. نه بعدش چی شد که خندیدی دوباره؟ اون که اصلا تموم شد رفت. هیچی ندیدی یارو میخنده بعد اونور یکی میخنده بعد اینور میخنده بعد دوباره اونور یکی میخنده بعد هم اینجوری میخندن و خسته میشن. ندیدی؟ به تخمم. ای والله. در کل گربه ها موجودات عجیب غریب و اعجاب انگیزی هستند آقای عرفان. یعنی اگه به جای کیری برو خارتو گاییدم کسکش. من خودم الان آبجی تو میبرم دم هجرت تو رو میکنم کیری. آب دیده شدی اون دفعه اول. نه آب دیده نه من کیر دیده شدم. اون سری خیلی خوب بهم کیر زدی. بذار برات میخوام. آماده ای؟ آره اومدم برات با یک قیافه رو نگاه. اومدم برات با یک سورپرایز پیس رو تکمیل کردم و یه جمله سنگین بگم و برم. میگه وقتی توی دوراهی گیر کردی یه سکه بنداز بالا. وقتی که رو حواس اون موقع میفهمی که دلت میخواد کدوموری بیاد پایین. من برای ناشنوایان گذاشتم. خیلی ازت تشکر میکنم. اگر هنوز صدامو داری تمام بده برم. سیکتیر یه بوسم بفرست برم. سیکتیر بوس که یه میرم. امیدوارم که هر جا که هستین حالت دلتون خوش باشه. وایسا من دوست عزیز وایسا این کجاست؟ دوستان تا درودی دیگر فعلا بای بای.